علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد علماء دیوبند. در قرن 19 وقتی هند زیر چکمه های استعمار انگلیس می لرزید، وقتی صدای آذان در میان توپ و تفنگ خاموش می شد، وقتی قرآن در قفسه ها غبار گرفته بود و علمای دین یا در زندان بودند یا در تبعید، در همان روزهای غمانگیز در گوشه آرام از شمال هند شهر کوچک به نام دیوبند شاهد تولد معجزه‌ای شد. در یکی از صبح‌های گرم سال 1866 میلادی چند عالم خسته اما امیدوار در کنار مسجد کوچکی جمع شدند. فرشی ساده روی زمین انداختند و در سکوت پرمعنا نشستند. یکی از آنان مردی بود با چهره نورانی و چشمانی پر از ایمان، مولانا محمد قاسم نانوتویی. او گفت اگر انگلیس ها شمشیر دارند ما قلم داریم، اگر آنها میخواهند دین را خاموش کنند ما از امین مسجد چراغ روشن میکنیم که تا قیامت بتابد. در کنار او مولانا رشید احمد گنگوهی سر تکان داد و گفت پس بگذار اینجا مدرسه ای باشد، نه برای دنیا، نه برای زر و زیور، بلکه برای خدا، برای قرآن، برای زنده ماندن ایمان. و همان روز در مسجدی به نام چتوالی با یک استاد و یک شاگرد درس آغاز شد. آن شاگرد جوان نامش محمود الحسن بود که بعدها تاریخ او را به عنوان شیخ الاسلام شناخت. روزها گذشت، خبر آن صنف کوچک در دهکده دور افتاده مثل نسیم آرام در سراسر هند پخش شد. طلبه ها از شهرهای دور با نان خشک و دل پر از شوق به سوی دیوبند می آمدند تا نور علم را بیاموزند. هر اجره بوی ایمان میداد. هر شب صدای تلاوت قرآن از پشت دیوارهای گلی بلند می شد و آنجا بود که نام دارالعلوم دیوبند بر زبانها افتاد. مرکزی که قرار بود تاریخ را دگرگون کند. سالها بعد امان شاگرد محمود الحسن دیوبندی در برابر استعمار قیام کرد. به زندان رفت، شکنجه شد، اما هرگز نترسید، زیرا در قلبش ایمان مدرسه دیوبند زنده بود. او گفت ما علم را نه برای امتحان بلکه برای آزادی آموختیم. با گذر سالها این شعله کوچک با آتش عظیم تبدیل شد. از دل دیوبند هزاران عالم برخاستند. به پاکستان، افغانستان، بنگلادش، آفریقا، اروپا و حتی آمریکا رفتند. در هر گوشه دنیا مدرسه ای ساختند که بوی همان مسجد کوچک دیوبند را میداد. امروز پس از 150 سال هنوز همان صدا در دیوبند شنیده می شود. صدای قرآن، صدای قلم، صدای ایمان. در اجره‌های ساده جوانانی از کشورهای مختلف نشستند، از اندونزیا تا افغانستان، همه با یک هدف: حفظ دین، نشر علم و ادامه دادن راه علما. از میان خاکستر شکسته 1857 از دل اشک و رنج و سکوت مدرسه‌ای برخاست که ایمان را دوباره زنده کرد. این است دیوبند، نوری که از دل تاریکی برخاست و هنوز میتابد. मसाइब वो माल डाके